پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام، من امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. قطعاً در حال حاضر داغ‌ترین اخباری که در رسانه ها منتشر میشه انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران هستش. طیف‌های مختلف سیاسی در این خصوص اظهار نظر کردن و اون چیزی که مشخص هستش و سیستم حاکم بر ایران نگران اون هستش میزان مشارکت مردم هستش. نظرسنجی های مختلف و البته نامعتبری هم منتشر میشه. سازوکار درستی برای نظرسنجی در ایران نیست و هیچ کسی نمیگه که فرمول و روش نظرسنجی در ایران چی هستش، اما به هر حال همین نظرسنجی های دست و پا شکسته و عجیب و غریب و نامعتبر هم نشون میده که میزان مشارکت مردم در انتخابات امسال زیر 35% هستش که این برای سیستم حاکم بر ایران فاجعه محسوب میشه و مردم آنچنان راضی نیستن از شرایط فعلی ایران. جنجال های زیادی هم نسبت به نماینده ها و افرادی که تایید صلاحیت شدن و اصطلاحاً نامزد انتخابات 1400 هستن ایجاد شده. 3 تا مناظره انجام شد، در تلویزیون پخش شد. اولین انتقاد نسبت به صدا و سیما بود که به طرز مفتضحانه‌ای شبیه برنامه کودک و مسابقه هفته مناظرات امسال رو برگزار کرده بودن که این یه مقداری انتقادات زیادی رو داشت و از اون طرف میزان مشارکت مردم هم افزایش پیدا نکرد. صبح امروز هم اعلام شد که آقای مهرعلی زاده از ادامه انتخابات ریاست جمهوری 1400 انصراف دادن. مهرعلی زاده ای که اصلاح طلب هستش و تا این لحظه اعلام نکردن که به نفع کدوم یکی از کاندیدها انصراف دادن و بیشک شاید آقای همتی هستش. گویا افرادی که در پشت پرده ائتلاف میکنن و میبندن با هم دیگه یه سری پست ها و مقام ها رو از قبل برای خودشون در نظر میگیرن و آقای مهرعلی زاده یک نامه رو توی یک برگه نمیدونم دفتر چی بوده توی زارت کنده و توش یه نامه نوشته به وزارت کشور رو و گفته که من از ادامه انتخابات ریاست جمهوری انصراف میدم. یعنی یه شخصی که به خودش زحمت نمیده که یک نامه انصراف رو خیلی شیک و مجلسی تایپ بکنه و امضا بکنه، حال نداره نامه رو امضا بکنه، چجوری تایید صلاحیت شده و میخواد برای مملکت تصمیم بگیره که این نامه که منتشر شد دستمال طنز هم شد. از اون طرف آقای خاتمی که میگه تکرار میکنم دور قبلی هم از آقای روحانی حمایت کردن و بعد از اون اصلا پیداشون نیست، معلوم نیست کجان، نه صحبت میکنن نه مصاحبه میکنن. بعدش هم میگن ما ممنوع تصویریم. آقا شما که تو اینستاگرام ممنوع تصویر که نیستی، تو کلاب هاوس هم ممنوع صدان که نیستی، ممنوع فعالیت رسانه‌ای هم نیستی. تو توضیح بده آقا دستاورد آقای روحانی تو این 8 سال گذشته چی بود؟ همین اتفاق باعث شد که صبح امروز هم آقای زاکانی که جمله کاندیدای روکشی رو همشون آورده بودن از ادامه انتخابات ریاست جمهوری انصراف بدن. ایشون هم هنوز اعلام نکردن که به نفع کدوم یکی از کاندیدا انصراف دادن و شاید و اون چیزی که در محافل گفته میشه به نفع آقای رئیسی کناره‌گیری خواهد کرد. البته یه عده دیگه معتقدن که آقای جلیلی یه مقداری اصطلاحاً تندرو هستن، بنابراین آقای رئیسی رئیس جمهور خواهد شد طبق نظرسنجی خودشون، آقای جلیلی معاون اول خواهد شد و آقای زاکانی هم که بهش قول معاون اولی رو دادن احتمالاً معاونت ارشدی، یه وزارتخونه‌ای، رئیس برنامه بودجه چیزی بهش بدن که بتونه یه پست بالایی داشته باشه. این به هر حال زدوبندهای انتخاباتی در همه جای دنیا هستش، اما در روز جمعه که قرار انتخابات برگزار بشه هنوز معلوم نیستش که چه اتفاقات عجیب و غریبی میفته. شاید در اون روز یه سری اتفاقات بیفته و انتخابات به دور دوم کشیده بشه و اونجاست که مردم وقتی رأی بدن تصمیم گیری کلی صورت میگیره و معلوم میشه که باید چه سمتی رو به کی بدن در ائتلافات پشت پرده‌ای که دارن انجام میدن این کاندیدها با هم دیگه. اما اون چیزی که مشخص هستش آقای مهرعلی زاده، آقای زاکانی تا این لحظه انصراف دادن، قطعاً 2-3 نفر دیگه هم انصراف خواهند داد و گویا در روز آخر 3 یا 4 کاندیدا برای انتخابات
باقی خواهند بود. هرچند این دو نفر هم در نظرسنجی‌ها شانسی برای برنده شدن در انتخابات نداشتند و حالا یک رقابتی رو دارن درست میکنن بین آقای همتی و آقای رئیسی و رضایی. این سه نفر باقی خواهند بود برای رقابت انتخاباتی 1400. اما اون چیزی که مشخصه، عده معتقدن که آقای همتی همون مسیر و راه آقای روحانی رو داره میره، بنابراین هیچ اقبال و شانسی نداره، چون آقای روحانی تو این 8 سال گذشته نشون داد که چجوری میتونه مملکت رو به فاک و فنا بده اما اون چیزی که مشخص هستش، سناریو نویس باند آقای همتی و آقای روحانی یک نفر هستش، چون دقیقاً آقای همتی داره حرف‌هایی رو غرغره میکنه و میگه که آقای روحانی 4 سال و 8 سال گذشته همین حرف‌ها رو غرغره کرد و به مردم گفت. و یک ویدیوی جنجالی هست، ببینید خودتون متوجه میشید. آمدم برای نجات اقتصاد ایران. من اومدم برای نجات اقتصاد کشور. ما مخالف حصر ایرانیم. حصر ایران رو باید پایان بدیم. هر نفر به همراه 11 نفر 12 نفری پای صندوق براییم. تلاش کنین نظر لااقل 10 نفر دیگر رو تغییر بدین و با خودتون همراهش کنین. بذارید مردم زندگیشون بکنن. بذارید مردم زندگیشون رو بکنن. ناراحتی تحریم برداشته شده؟ کاسبان تحریم ناراحتید؟ اگه تحریم ها نبود، کاسبان تحریم سالی 350,000 میلیارد تومان ضرر میکردن. این مشکلاتی که امروز ما داریم به صورت پیچیده مشاهده میکنیم عمدتاً مربوط میشه به تحریم ظالمانه آمریکا. یعنی شما میگید عمده مشکلات تحریمه؟ یکی از اساسی ترینش بله تحریم. یک سال دیگر تورم 3 رقمی میشه، ونزوئلایی میشه به قول اونها. کشور در مرحله ونزوئلایی شدن بود، رفتن تورم به 3500-3000% بود. هدفشون فروپاشی اقتصاد ایران بود و الحمدلله موفق نشدن. مگه آمریکا نمیخواست فشار حداکثری فروپاشی اقتصادی بکنه؟ جلوشو گرفتیم. شما میخواید با دنیا مذاکره کنید؟ شما بلدید با دنیا مذاکره کنید؟ شما زبان دنیا را میفهمید؟ شما ابتدایی مسائل فنی و تجاری بلد نیستید. من هم اقتصاد خوندم، هم مسئولیت اقتصادی در 3 دهه گذشته داشتم، دنیا رو دیدم. ما یک هنرمند داریم، از اینکه دعای ماه رمضانش رو پخش بکنیم ابا میکنیم. چرا باید کلهر، کسمایی، علیزاده، شجریان رو همش ایگنور بکنیم، یعنی نادیده بگیریم؟ به هر حال شما قاضی، دست شما بازه، همه کار میتونید بکنید، دادستان روحانیت هم هستید، میتونید همه علما رو دستگیر بکنید. من الان نمیدونم آیا امان نامه به من میدید که اگر بعد از اتمام اینها پیگیری نکنن علیه من، پیگیری قضایی نکنن. شماها که از روز اول مخالف بودید، وقتی ترامپ آمد همه شما خوشحالی کردید که این برجام رو پاره میکنه. اصلا شما در زمین ترامپ بازی کردید چند ساله. بذارید مردم زندگیشون بکنن. شما فرمودین رقیبت چیه؟ گفتم رقیب من همین 5 نامزدن. من رقیبم 5 نفری که جلوی من هستن نیستن. من همون موقع مخالف بودم، خدمت آقای رئیس جمهورم عرض کردم، گفتم الان شرایطش نیست. گفتم که این کار رو فعلا انجام ندید، افزایش قیمت بنزین رو. این نامه شماست، نامه رسمی شماست، امضای از سالیست. 31/6/98 درخواست کردید که قیمت بنزین 5000 تومان بشه، قیمت نفت گاز 1000 تومان بشه تا دولت کسری بودجهش رو جبران کنه. ببینید الان مثلا بازار بورس ما خب خیلی خوب شده، جذب خوبی داره میکنه و مردم علاقمند شدن در اونجا سرمایه گذاری بکنن. از بانک‌ها که بهتر شده. بهتر، بله، اشکال نداره. من مدت‌ها قبل از ریزش بورس به رئیس جمهور و دفتر مقام معظم رهبری نامه خصوصی نوشتم و هشدار دادم که مردم رو دعوت نکنید. من خواهشم از همه مسئولین اینه این کلمه باید رو از صحبتاشون بردارن. باید اینجوری بشه، باید بکن. کی باید بکنه؟ خب بکنید دیگه، معنا نداره تو تلویزیون میگیم باید این کار بشه. خب بکنید دیگه. باید سالی 8% رشد اقتصادی می‌داشتیم، یعنی 1 دهه گذشته باید 80% ثروت مردم زیاد میشد. FATF عدم پذیرشش پدر اقتصاد کشور در آورده. اصلا تأثیری الان رو ما نداره، چون بعضیا ما گفتن چرا گفت تأثیر نداره.
گفتم خب من الان معتقدم تاثیر نداره. چه تأثیری الان میتونیم داشته باشیم؟ ببین این که ما بیایم بگن نمیذارن کار بکنیم، من همچین حرفی رو نخواهم زد به مردم. من مسئولیتی در بورس ندارم. من عضو شورای عالی بورس هستم، 1 نفر از اون 11 نفر. تحریم خیلی مهمه. تحریم تو این 10 دهه گذشته مبادلات اقتصادی ما دنیا رو به هم زده که ما اصلا کل تجارتمون رو از روش‌های غیر قابل تحریم داریم انجام میدیم. من لیست 11 نفر رو همین الان میدم خدمت جناب آقای رئیسی. خواهش میکنم اگه خودشون صلاح دونستن به مردم اعلام بکنن. 11 تا بدهکار بزرگ بودن، حدود 90,000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بودن و قوه قضاییه همکاری خیلی خوبی با ما کرده و تا حالا هم برخوردهای خوبی داشتیم و منابع بسیار قابل توجهی رو هم تونستیم برگردونیم به سیستم بانکی. بله این ویدیو هم دیگه جای توضیح برای ما نمیذاره. دقیقاً همون صحبتایی که آقای روحانی میکرد آقای همتی هم داره همون صحبت‌ها رو میکنه و باید ببینیم که حالا در لحظه آخر چند تا از نامزدها میمونن و چند تا انصراف میدن. در صورت خیلی دوستان شما نظرتون رو بگید در خصوص این اتفاقات و که پیش بینی شما از انتخابات 1400 چی هستش و این سری یه مقدار با سری‌های قبل متفاوت. مردم آنچنان شور و هیجان رو ندارن. فضای کرونا، وضعیت اقتصادی که برمیگرده به قیمت یورو، دلار و بورس مردم رو خیلی ناراحت کرده و یه دم که کلا انتخابات تحریم کردن و هشتگ رای بی رای رو گذاشتن. بعد ببینیم که چه اتفاقاتی در روزهای آینده میفته و چه شخصی از چه شخصی عمل میکنه. و اون چیزی که مشخص هستش آقای مهرعلیزاده خیلی رسمی اعلام نکرده که به نفع آقای همتی کنار کشید. آقای زاکانی هم هنوز اعلام نکرده که به نفع آقای رئیسی کنارگیری کرد که این هم در نوع خودش اتفاق عجیبی هستش. در دورهای قبلی اگر کاندیدای کنارگیری میکرد اعلام هم میکرد که به نفع کی کنارگیری کرد که یه پست و مقام چیزی رو بهش بدن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون.